سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. دستای شناگر به اصطلاح با همدیگه قهرن. به هیچ عنوان نباید وقتی که میخواید سرعتی شنا کنید دستها همدیگر رو ببینن. پس وقتی که یک دست مشغول پوش کردن دست دیگه بالا قرار داره. مورد دوم، هر اندازه بتونید آب بیشتری رو با کف دست هاتون به عقب پوش بکنید سرعت بیشتری خواهید داشت. البته وضعیت قرارگیری بدن توی آب هم خیلی مهمه که باید کاملا افقی باشه. سرعت هم میشه دست ها به اضافه مقاومت آب سرعتی که شما دارید رو رقم میزنه. پس دقت بکنید، پنجه باز کاملا اشتباهه، چون حجم آب کمتری رو میتونید به عقب بزنید و همینطور سرعت کمتر. اما مسئله اساسی شکستن مچ هاست. دقت بکنید، مچ دست با ساعد کاملا باید یکسان و همزاویه انجام بکنن پوش آب رو. یعنی وقتی که شما مچ رو میشکنی کاملا قدرت ساعد نادیده گرفته میشه. در حقیقت مچ شما و انگشت های شما و ساعد شما نقش اصلی در پوش آب، گرفتن آب و حرکت به جلوی شما داره. کاملا قدرت رو میبینید که از ساعد گرفته میشه و نیرویی که بهش وارد میشه. هر اندازه زاویه دست رو با سینه‌تون کمتر بکنید مشکلتر خواهد شد. دست صاف هم که توی آب مشکل داره، مثل بارفیکس رفتن. این حرکت کاملا مشکله، خیلی سخت انجام دادنش. اما وقتی که آرنج رو میشکنید اینطوری به راحتی میتونید آب رو پوش بکنید. داخل آب هم یه همچین تمرین رو باید انجام بدید. پس دقت کنید موقعی که داخل آب هستید با حالت بدن باید افقی باشه، مچها نشکنه. در حقیقت زمانی که توی آب هستید باید یک زاویه 90 درجه آرنج شما و زاویه بدن شما یک زاویه 90 درجه بگیره و این زاویه کاملا غلطه. یه حرکت اصلاحی، یه دونه کفی شنا تهیه میکنید اما انگشت ها رو از حلقه ها رد نمی کنید. انگشت ها رو جمع میکنید میبرید زیر کفی به طوری که کاملا مچ دست شما و ساعد فیکس بشه. وقتی که کاملا مچ و ساعد رو به هم دیگه فیکس کردید شروع به تمرین میکنید و وقتی هم که تمرین کردید خیلی راحت تر و خیلی مؤثرتر میتونید دست بزنید. اینجا هم حالت افقی بدن رو مشاهده می کنید، خیلی راحت، و نحوه پا زدن و همینطور نحوه دست زدن رو مشاهده می کنید.